داستان کوتاه سمفونی حماقت از کتاب مجموعه داستان در خلوت خواب نوشته فتانه حاج سید جوادی. گویش لیدا لطفی. پخش از کانال خدمات چاپ عکس روز. روی آسفالت خیابان دراز کشیده بود و مستقیم به آسمان نگاه می‌کرد. احساس خاصی نداشت. آدم‌هایی که دور و برش می‌لولیدند و با هم حرف می‌زدند برایش مهم نبودند. فقط راضی بود که جمعیت سقف دایره‌ای را که به دور وجودش محیط کرده بودند باز گذاشته بودند و او می‌توانست به آسمان نگاه کند. مردم مزاحمش نبودند. یک نفر گفت بلندش کنید و او رنجید. اصلا دلش نمیخواست از روی زمین بلند شود. خسته بود، خیلی زیاد، و برایش خیلی لذت داشت که آنجا روی زمین دراز به دراز افتاده بود و زبری آسفالت را زیر سر خود احساس میکرد. کیف و چه کیفی! خوشش میآمد که همانجا به همان صورت مانند صلیب با پاها و دستهای گشاده از یکدیگر دراز بکشد و به آسمان خیره شود. آسمان صاف بود ولی چند تکه ابر بی‌خاصیت روی آن شناور بودند. آسمان مقعر بود. چشمانش را بست و خود را روی 33 پل مجسم کرد. پل با همین آسمان مقعر باید خیلی زیبا باشد. کاش گیتی اینجا بود و با هم تماشا می‌کردند. با وجود گیتی در زیر آسمان آبی نصف جهان زندگی می‌توانست کامل باشد که نبود. خوابش می‌آمد. همین چند لحظه پیش بود که داشت از وسط خیابان رد می‌شد. مثل همیشه. تا آنجا که امکان داشت شیک و مرتب لباس پوشیده بود. از جوانی اینطور بود. یعنی از روزی که گلی را دیده بود. از وسط خیابان می‌گذشت. درخت‌های پرشاخ و برگ سر به سوی یکدیگر آورده بودند. وقتی هوا خوب باشد آدم به رویا فرو می‌رود و زمان و مکان را فراموش می‌کند. آن هم آدمی احساساتی مثل او. بهار اصفهان هم که غوغا می‌کند و تا زمانی که همه درخت‌ها را نبریدند همینطور خواهد بود. ساعت 10:30 صبح بود. آن همه شلوغی که به هنگام شروع یا تعطیل شدن دانشگاه به چشم می‌خورد اندکی فروکش کرده بود. انگار فقط او بود و آهنگی که به طور خودجوش در مغزش شکل می‌گرفت. از خانه‌اش بیرون آمده بود. از نیمه اول خیابان که دوبانده بود عبور کرده بود. می‌خواست دوباره به همسرش زنگ بزند. ولی آخر مهرآفاق خواهرش توی خانه او مثل همیشه فضول و سمج نشسته بود و او نمی‌خواست در حضور مهرآفاق به همسر خود تلفن کند و التماس کند. چون می‌دانست او تا آنجا که بتواند شر به پا خواهد کرد. خواهرش به گیتی حسادت می‌کرد چون گیتی با نمک بود و آنی داشت که مهرآفاق نداشت. این را همه می‌گفتند جز آنها که باید بگویند. یعنی مهرآفاق و خود او. بله، گیتی با نمک بود. در این موضوع جای هیچ شکی نبود و این قدرت را داشت که یک مرد را اگر مثل او احمق نباشد واقعا خوشبخت کند. خواهرش یک پیاله غذای شب مانده را از خانه خود برای او آورده و ادعا کرده بود که این خورش قیمه را مخصوص او پخته و گفته بود بمیرم الهی کسی را نداری برایت آشپزی کند. خودم با دست خودم برایت خورشت قیمه پختم. انگار دیگران با پایشان آشپزی می کنند. سپس در یخچال را باز کرده بود تا پیاله خورش را در آن بگذارد و طبق روال همیشگی که به دنبال غنیمتی می‌گشت ظرف محتوی گوجه فرنگی را برداشته بود. وای چه ظرف قشنگی! اینو از کجا خریدی داداش؟ دوباره آن احساس بزرگمنشی احمقانه‌ای که مهرآفاق همیشه با مهارت تحریک می‌کرد در او گل کرده بود. می‌دانست باز دارد سرانگشت او می‌چرخد. با وجود این گفته بود من نخریدم، گیتی خریده بود. بردار ببر. خواهرش در حالی که ظرف و گوجه فرنگی‌های داخل آن را یک جا در ساک دستی خود می‌گذاشت، او را مثل بچه‌ها گول زده و تعارف کرده بود. نه، اگه گیتی خریده همینجا باشه، یادگاریه بهتره.
گفتم بهش دار ببر، به درد من نمیخورد. پیش از اینکه جمله او تمام شود ظرف درون ساک خواهرش ناپدید شده بود. سپس مهرآفاق در یخچال را بسته و گفته بود داداش ظرف قیمه را زود خالی کن، فردا میام میبرم. آنگاه او به نوبه خود در یخچال را گشوده و پیاله محتوی خورشت قیمه را در مقابل چشمان مهرآفاق درون سطل زباله خالی کرده و گفته بود از این زودتر دیگر نمیشود. خواهرش با آن دهان بدشکل لبخند زد و دندانهای ریز و موش خورده خود را موذیانه به نمایش گذاشته و خود را به ریختن چای سرگرم کرده بود. از وقتی گیتی رفته بود مهرآفاق احساس می‌کرد در خانه او صاحب اختیار است. حالا دیگر او خواهرش را، خودش را و تمام زندگیش را از دیدگاه گیتی می‌دید و حالش از همه آنها به هم می‌خورد. بنابراین در را به هم زد و از خانه بیرون آمده بود. مهرآفاق که امروز یک ظرف قشنگ به چنگ آورده بود هیچ به روی خود نیاورد که مورد بی‌اعتنایی واقع شده. البته اگر گیتی چنین کاری کرده بود درگیری تا سالها ادامه پیدا می‌کرد و قصه این ماجرا را در خانه اقوام دور و نزدیک با گردن کج حکایت می‌کرد. گیتی اقلاً از این یک مورد راحت شده بود. پایش داغ شد. ادرار را احساس می‌کرد که بی اراده از کشاله ران تا سر زانو خزید ولی اصلاً شرمنده نبود. چه کیفی داشت که آدم بی هیچ ملاحظه خود را راحت کند. باز به آسمان خیره شد. خستگی شدید و مطبوعی داشت. در واقع نوعی کرختی و رخوت بود ولی از درد ابداً خبری نبود. خانمی که راننده آن اتومبیل کذایی بود روی او خم شد و جلوی آسمان را گرفت. صورت شیرینی داشت. وحشت زده با لهجه غلیظ اصفهانی که از صورتش هم شیرین تر بود پرسید خاک بر سرم چیکار کنم؟ آقا حالتون خوبه؟ او مرد چشم چرانی نبود وگرنه باید خیلی زودتر از اینها متوجه میشد که بعضی از زنان اصفهانی از طنازی ذاتی خاصی برخوردار هستند. زنک با گردن کج و نگاه منتظر به او خیره شده بود. در واقع تقصیر آن زن نبود، یعنی تقصیر هیچ کس نبود. کاش میشد این را بگوید تا زنک زودتر از مقابل آسمان کنار برود، ولی حوصله نداشت دهان خود را باز کند. تقصیر خود او بود که خشمگین و غرق فکر و خیال از خانه بیرون آمده بود. نوت‌ها مثل گنجشک‌ها در سرش پرواز می‌کردند و تون تون روی خطوط حامل می‌نشستند. هوا خوش بود، آسمان خوش بود و زمین خوش. فقط دل او خوش نبود، حسابی آماده بود، آماده همه چیز حتی مردن. برایتان پیش آمده؟ بعضی روزها آدم در خیابان راه می‌رود، هوا سرد است، برفی است، ابری است، یا گرم و خشک است، یا یک روز خاص است. خلاصه وضع جوری است که آدم احساس می‌کند آمادگی مردن را ندارد. به خودش می‌گوید خدا کند امروز برایم اتفاقی نیفتد. امروز حال مردن ندارم. اغلب اینطور است. برای او که اینطور بود، ولی امروز عجیب حوصله داشت. از خانه که خارج شده بود با خود فکر کرده بود اگر هم مردم. یک بیت شعر غلط یا درست در ذهنش میچرخید. سر جام می سلامت یا یک همچو چیزی شکند اگر سبویی. اتفاقا امروز چندان هم از مردن بدش نمی آمد. می دانست به محض آنکه سرش را زمین بگذارد آهنگهایش ارزش مضاعف پیدا می کنند. لااقل این را به دختر و پسرش مدیون بود. او عادت داشت هر آهنگی را که تمام می کرد با دست پاک نویس کند و بعد آن را امضا کند. مهرآفاق در برابر چشمان گیتی معروفترین آهنگ او را که گلی نامیده بود برای خود برداشت و اصرار کرد که علاوه بر صفحه آخر یکی ورقهای آن را هم برایش امضا کند. گیتی احمق نبود، میفهمید و در برابر ضربه ها واکنش نشان میداد. وقتی مهرآفاق نوت‌های امضا شده را گرفته و رفته بود، گیتی داد و فریاد به راه انداخت. چرا این زن میخواهد عذاب مرا زیاد کند؟ البته اون رنجی را که گیتی میکشید خوب درک میکرد ولی اهمیت نمیداد.
ضمیر ناخودآگاهش به او میگفت که افتخار همسری وی برای گیتی کافی است و او باید شاکر و حقشناس باشد و احساس غرور کند. بنابراین به منطق همیشگی متوسل شد و فریاد زد: یک یادگاری برای خواهرم امضا کردم. تو که از کارهای من نفرت داری، مگر خودت نگفتی یک روز تمام نوت‌های مرا خواهی سوزاند؟ گیتی به طعنه پرسیده بود: مهرآفاق موسیقی سرش می شود؟ او این کاغذ پاره ها را برای حرص دادن من می خواهد. برای لوس کردن خودش می خواهد. این کاغذ ها بوی پول می دهند. نسخه خطی هستند با امضای تو. این جر و بحث ها سالها تکرار شده بودند، بیفایده. برنده واقعی مهرآفاق بود، با آن قیافه ظاهر الصلاح و موش مرده‌اش. از باند اول خیابان رد شده بود، از روی جدول و از زیر درختها عبور کرده بود، از روی آب پریده و به باند دوم رسیده بود. حالا باید به طرف راست، یعنی سمتی که اتومبیل‌ها از آن سو میدان را دور می‌زدند و به سویش سرازیر می‌شدند نگاه می‌کرد، چون خیابان یک طرفه بود. خیالش از سمت چپ آسوده بود. در زندگی خیلی اشتباه کرده بود، این هم یکی روی همه. لطافت هوا و درختان او را به یاد دوران دانشجویی و نخستین دیدارش با گلریز که گلی صدایش می‌کردند انداخته بود. به یاد تهران، چهارراه کالج، دخترهایی که دسته دسته مثل پروانه از دبیرستان خارج می‌شدند و سر و صدای خنده‌شان وجد آفرین بود. در دنیا هیچ اندوهی وجود نداشت. برای چه باید نگران بود؟ برای چه باید قصه می‌خورد؟ گور پدر یک تجدیدی، جهنم که نتوانسته بود معادلات ریاضی را حل کند. دنیا پر از خوشی بود. پسرها گوسفندوار به دنبال دخترها بودند. اینطوری بود که او هم با گلی آشنا شد. به وسط باند دوم خیابان رسیده بود. همچنان بیخیال میرفت و به فکر روز آشنایی با گلی بود. فقط یک لحظه سر خود را به سمت چپ برگرداند. همه چیز عادی بود، ولی نه. یک اتومبیل از میان ردیف اتومبیل‌هایی که در کنار خیابان توقف کرده بودند جدا شد. او نتوانست راننده را ببیند، چون پشت شیشه عقب پر از اشیایی بود که نفهمید چه هستند. اتومبیل برخلاف انتظار جلو نرفت، بلکه عقب آمد، مستقیم، مثل اینکه او را هدف گرفته بود. بلافاصله فهمید برخورد اجتناب ناپذیر است. بی اراده ماهیچه‌های بدن خود را منقبض کرد و آماده ایستاد. با حیرت و ناباوری به گوشه چپ اتومبیل که رنگ سفید آن زننده می‌نمود و قرار بود با وی برخورد کند خیره شد. صدا را شنید، صدای تصادف را، محکم و بم و نفرت انگیز، و دانست که هرگز آن صدای زننده و چندشاور را فراموش نخواهد کرد. برخورد یک جسم محکم و سنگین با گوشت. لحظه پرتاب شدن را حس کرد و در میان زمین و هوا نگران آن بود که اول کجای بدنش با زمین تماس پیدا خواهد کرد. بر زمین افتاد و کشیده شد و بعد متوقف گردید. درست در 20 قدمی اتوبوسی که خوشبختانه ایستاده بود. اصلا درد نداشت. یک لنگه کفش از پایش بیرون پریده بود. با آن هیکل تنوبند و قد بلند مثل پر کاه پرتاب شده و روی زمین افتاده بود. ساعت اومگایی که زمانی گیتی به او هدیه داده بود از دستش باز شد و به گوشه پرتاب شد. زنی از صف اتوبوس جدا شد. سر و وضع متوسطی داشت. او فکر کرد بدون شک می‌خواهد کمکش کند. ولی زنک خم شد و ساعت او را برداشت. صدای اعتراض مردم را شنید. چه بود که برداشتی؟ همچنان که روی اسفالت دراز شده بود و روی خود را برگرداند و با آن زن نگاه کرد. زن با گردن کج و قیافه حق به جانب گفت: ساعتم باز شد و از دستم افتاد. راننده اتوبوس از پنجره داد زد: تو که توی صف بودی، ساعتت وسط خیابان چه کار میکرد؟ ولی این چیزها برای او که راحت روی زمین افتاده بود مهم نبود. او فقط یک تماشاچی بیخیال بود. تنها چیزی که برایش جالب بود رفتار زنک بود. او را به یاد مهرآفاق میانداخت.
چطور در میان این همه هیاهو چنین شگردی به فکر آن زن رسیده بود؟ طرز عملش تحسین برانگیز بود. او همیشه معتقد بود که زنان اگر اراده کنند در تمام کارها از مردان برتر هستند. از خوششانسی او یکی در سرقت استاد بود. گلی هرگز به او دروغ نگفته بود. این او بود که خود را به حماقت می‌زد. پشت دیوار سفارت روسیه قرار می‌گذاشتند. صبح‌ها پیش از شروع مدرسه یکدیگر را می‌دیدند. بعضی روزها در رستوران کوچک آندره که پاتوق دختران دبیرستانی و پسران کالج البرز و دانشکده پلی‌تکنیک بود، ساندویچ می‌خوردند. ساندویچ‌ها خوشمزه بودند، ولی آن دو به تنها چیزی که توجه نداشتند طعم ساندویچ بود. گلی از مدرسه جیم میشد و سر چهارراه کالج به او ملحق میشد. عجب سری نترسی داشت. به سینما میرفتند. فیلم لولیتا و بابت به جنگ میرود را با هم تماشا کرده بودند. از فیلم چیزی به یاد نداشت. آنچه به یاد داشت آن بود که سر چهارراه می ایستاد و منتظر میماند. گلی با آن موهای دم اسبی که با هر حرکت بالا و پایین میپرید و با استخوان‌بندی نسبتاً درشت، شاد و سرحال و متکی به نفس در میان دختران دیگر مشخص بود. دست کم به نظر او اینطور میرسید. وقتی نزدیک او میرسیدند، گلی از گروه دختران که نخودی میخندیدند و در گوش یکدیگر نجوا میکردند جدا میشد. گلی خجالت نمیکشید، ولی او سرخ میشد و سر به زیر میانداخت. گلی به صدای بلند میخندید و با اتکا به نفسی تحسین برانگیز میگفت سلام و دست او را میگرفت. هیچ کس به اندازه او سعادتمند نبود. خانمی که راننده اتومبیل بود کلافه شده بود. او صدایش را میشنید. به شدت میلرزید. میخواست او را به بیمارستان برساند. او میتوانست از گوشه چشم آن زن را ببیند که دستان لرزان خود را حرکت میدهد و با رنگ پریده با دیگران صحبت میکند. در میان آن جمع کسی که از همه خونسردتر بود خود او بود. گویا یک نفر او را میشناخت و میدانست که خانه‌اش در همان نزدیکی هاست. فهمید که تا چند لحظه دیگر مهرآفاق بر بالای سرش خواهد بود. چشمان خود را با بیمیلی بست. سر و صدا و بوق اتومبیل‌ها آزارش میداد. با گلی در پیچ و خم کوچه‌ها قدم می‌زدند. یادش نمی‌آمد از چه صحبت می‌کردند. دقایق متمادی راه می‌رفتند. او را به یاد می‌آورد که به خیال خودش جوانمردی به خرج داد و از گلریز خواسته بود با او ازدواج کند. انتظار داشت گلی از درخواست او خوشنود شود و ناله کنان اشک شادی بریزد. ولی برخلاف انتظار گلی به قهقهه خندیده بود. آن موقع هم او مثل همین حالا خشمگین شده بود. گلی گفته بود هر وقت خیلی پولدار شدی. راستش را بخواهی من با سختی کشیدن میانه‌ای ندارم. عجب شانسی. همیشه این پسرها بودند که از زیر بار تعهد شانه خالی کرده و دخترها را دل شکسته و غمگین بر جا گذاشته بودند. گلی با اعتماد به نفس و با صراحت خاص خود با خود بزرگبینی خود این قانون را شکسته بود. با این همه او هنوز دوستش داشت. شاید به خاطر همین استقلال و بی‌اعتنایی دوستش داشت. شاید به خاطر آنکه خوب می‌دانست چه می‌خواهد و از ابراز آن شرم نداشت و قوی و مسلط بود. پوست زمان ترک می‌خورد و از میانه آن فرهنگ جدیدی بیرون می‌آمد. هنوز طعم بوسه‌ای را که فقط یک بار جرأت کرده بود بر گونه او بگذارد به خاطر داشت. بوسه‌ای که بعدها در مغز او به نوت‌های موسیقی جان می‌بخشید. اگرچه اینک که بر اسفالت خیابان دراز کشیده بود، آن بوسه دیگر چندان شیرین نمی‌نمود. طعم همان یک بوسه زندگی را برای همیشه در کام او تلخ کرده بود. زیرا از آن پس هر زنی را ناخودآگاه با گلی مقایسه می‌کرد و بیدرنگ او را بازنده تشخیص می‌داد. مخصوصاً هر حرکت گیتی، هر قدر هم دلنشین در مقایسه با رفتار گلریز بیش پا افتاده و لوس به نظر می‌رسید.
گلی تافته جدا بافته‌ای بود که همچنان که در فکر او از دنیای واقعیت دور می‌شد و به اسطوره می‌پیوست، بر سایر همجنسان خود به خصوص بر گیتی تفوق پیدا می‌کرد. گلی خانه قلب او را در بست اشغال کرده بود. با اینکه او این احساسات را بر زبان نمی‌آورد، گیتی آنها را همچون امواج الکتریسیته دریافت می‌کرد و برمی‌آشفت. تا مدت‌ها پس از گرفتن دیپلم باز یکدیگر را می‌دیدند تا اینکه او به خدمت نظام رفت و گلی برخلاف همه قول و قرارهای یک طرفه او ناگهان غیبش زد. سر و کله مهرآفاق بالای سرش پیدا شد. موضوع داشت جالب می‌شد. دقت کرد تا واکنش خواهر خود را ببیند. احساس می‌کرد مایه‌ای از زیر سرش روان است. آیا ادرار تا گردنش بالا آمده؟ دست خود را بالا برد، نه به آسانی، بلکه با زحمت فراوان به زیر سر کشید. دستش از خون سرخ شد. دلش فرو ریخت. خانم راننده جیغ کوتاهی کشید. دستها را روی چشمانش گذاشت ولی از لای در انگشتان خود وحشت زده او را نگاه می‌کرد. او حالت تهوع خفیفی پیدا کرده بود. مهرآفاق گفت: ای وای خدا مرگم بده داداش. دست بالا برد که بر سر خود بکوبد، ولی آن را چنان آرام فرود آورد که حتی روسریش جابجا نشد. این منظره برای او خنده‌دار بود. جمعیت دور و برش زیاد شده بود و او از میان دایره‌ای که در اطرافش تشکیل شده بود آسمان را به زحمت می‌دید و از این بابت دلخور بود. بدون تماشای آسمان، نوت‌هایی که در مغزش غوغا می‌کردند از بال و پر می‌افتادند. مدت‌ها بود که در فکر ساختن این آهنگ بود، ولی هنوز اسم آن را نمی‌دانست. چون نتوانست آسمان را ببیند پکر شد، بنابراین آه کشید. مهرآفاق گفت: الهی قربان دردهای دلت بروم. ای گیتی، الهی روز خوش نبینی. زنی دست در بازوی مهرآفاق انداخت و کوشید او را دلداری دهد. مهرآفاق گفت: دلم می‌خواهد خون گریه کنم، ولی حتی دریغ از یک قطره اشک. او می‌دانست مهرآفاق از گریستن هم می‌ترسد، به خاطر آنکه پزشک گریستن را برای قلب او مضر تشخیص داده بود. راستی که همسرش خواهر او را بهتر از خود او شناخته بود، زیرا که معتقد بود محبت مهرآفاق فقط لفظی است. یادش آمد سالها بعد گلی را در خیابان دیده بود که از اتومبیل پیاده می‌شد. اتومبیل گران قیمت بود، آن هم برای آن زمانها که هر کس نمی‌توانست چنین اتومبیلی داشته باشد. او صبر کرد تا ماشین برادر گلی در خم کوچه ناپدید شود. نوت‌های شوق با خوشحالی در مغزش به پرواز درآمدند. جلو رفت. هنوز موهای گلی دم اسبی بود. از پشت سر هیجان زده صدا زد: گلی، گلی. گلی ایستاده و با چشمانی که از تعجب گرد شده بودند به آرامی برگشت. حامله بود. ای احمق! این نخستین فکری بود که به مغزش خطور کرد. چرا با اطمینان تصور کرده بود مردی که پشت فرمان بود باید برادر گلی باشد؟ بدون شک او شوهر گلی بود. با وجود این باز نوت‌ها در سرش پرواز می‌کردند، ولی یک جور دیگر، آرام و اندوهگین. کنجکاو بود که صورت همسر گلی را ببیند. آیا به هم شبیه بودند؟ آیا همسر گلی هم مثل او قد بلند، چهارشانه و ورزشکار بود یا فقط اتومبیل قشنگی داشت؟ به هر حال او رفته بود و تنها گرد اتومبیلش را پشت سر باقی گذاشته بود. گلی خندید. خنده خسته یک زن حامله. سپس دست خود را جلو آورد و دست او را گرفت و محکم فشرد، ولی رها نکرد. همیشه همینطور مسلط بود. فقط ظاهرش کمی تغییر کرده بود. او میتوانست خود را به خاطر گلی فدا کند. این بچه باید مال او باشد. گلی باید با او ازدواج میکرد. لال شده بود. نمیدانست چه بگوید و چه بکند. ولی میدانست که نام آهنگی که در سرش شکل میگرفت باید جدایی باشد.
همانجا در وسط پیاده رو ایستاده بود. احساس میکرد سر و وضع احمقانه‌ای دارد. گلی را که با شیطنت لبخند میزد با حسرت نگاه میکرد. بت خود را از دست داده بود و قلباً در ارزش آنچه از کف داده بود مبالغه میکرد. او قبلا به مصیبت‌های دیگری هم دچار شده بود. مادرش او را بی پدر بزرگ کرده بود و این فداکاری را مانند افساری به گردنش بسته بود تا مهرآفاق را بر گرده او سوار کند. برادر کوچکترش دچار این گرفتاری‌ها نبود، چون کوچکتر بود. پسرم را باید روی سینه من خاک کنند. این جمله بود که هرگاه او یا گیتی می‌خواستند لحظه‌ای برای خود زندگی کنند، مهرآفاق از مادرشان نقل قول می‌کرد و وجدان او را تحت فشار قرار می‌داد. مهرآفاق خوب می‌دانست که افسار عاطفه را نباید شل کرد. فقط در یک مورد امکان سرکشی و طغیان وجود داشت. آن هم گلی بود. اگر گلی اشاره می‌کرد، او همه چیز را زیر پا می‌گذاشت. قید خانواده، مادر، خواهر و مرگ زودهنگام پدر را که برای او یک تابو کرده بودند میزد و سر بر دامان گلی می‌گذاشت و می‌مرد. اینک به چشم خود می‌دید که یارش را از دست داد و دیگر حرفی برای گفتن نداشت. فقط پرسید: اسمش را چه می‌گذاری؟ و گلی گفت: می‌خواهی اگر پسر بود اسم تو را رویش بگذارم؟ نفهمید طعنه می‌زد یا سر به سرش می‌گذاشت. گلی هنوز هم همان دختر مدرسه شیطان بود. او با خشم پاسخ داد: باید صبر کرد و دید حاصل ازدواج جن و پری چه از آب در می‌آید. گلی به صدای بلند خندید و گفت: اگر شوهرم این حرف را می‌شنید می‌رنجید. خوب شد که رفت. پس راننده آن اتومبیل شوهرت بود. اتومبیل قشنگی داری، ولی افسوس که فرمانش به دست ابلیس است. گلی ابروی خود را بالا برد و به چشمان او خیره شد. نگاهش می‌گفت: ای حسود، ولی خودش گفت: بدبین نباش. شاید هم فرشته باشد. اگر نرفته بود با هم آشنایتان می‌کردم. حتما خیلی دلت می‌خواهد او را ببینی. ابداً. گلی با اشوه‌گری پرسید: چرا؟ چون ممکن است گردنش را بشکنم. دیدار گلی با آن طنازی شورآفرین بود. شکمش از زیر پیراهن خوشرنگی که به تن داشت اندکی برجسته می‌نمود. بوی عطر ملایمی که با آن آشنایی داشت، حس تحسین، حسادت و در نهایت حقارت و استیصال را در او برمی‌انگیخت. می‌خواست دوباره دست او را بگیرد، با او راه برود و با او بخندد، ولی هر دو وسط خیابان ایستاده بودند و به هم نگاه می‌کردند. گلی با تفوق و او با حجب و تردید و اندوه. گذشته‌ها دیگر گذشته بودند. دور بودند، خیلی دور. مثل همین آسمانی که اینک بالای سرش بود. آبی، زیبا، روشن ولی دور و دست نیافتنی. گلی خندیده بود. خنده پیروزی و تسلط. خنده بی‌اعتنایی کسی که خوب می‌دانست با قربانی خود چه کرده. نطق‌ها چون دانه‌های شن در مغزش میچرخیدند. زمان ثابت بود، خلا بود. فقط او بود و گلی که میخندید و میگفت: اینطور غمزده نگاهم نکن، فراموش میکنی. گلی دور شد. موهای بسته‌اش در پشت سرش بالا و پایین میرفت. گردنش دیده میشد. او دلش میخواست این گردن را بشکند. نه فقط برای انتقام گرفتن از او که برخلاف بسیاری از رمان‌های عاشقانه که خوانده بود به وضوح از ازدواج و همسر خود راضی مینمود، بلکه برای سوزاندن دل مردی که او را ربوده بود. اما فقط ایستاد و رفتن او را تماشا کرد. هرچه باشد گلی هرگز به او دروغ نگفته بود و به سبک خود شرافتمندانه رفتار کرده بود. در رفاه بزرگ شده بود و رفاه می‌خواست. تقصیر به گردن او بود که اینقدر احمق بود. تازه دنبال کار می‌گشت. خرج مادرش به گردنش بود و در این حال می‌خواست با دختری مثل گلی ازدواج کند. گلی در مغازه‌ای ناپدید شد. اشک در چشمان او نشست و پایه‌گذار آهنگی شد که گریه بر آرزوها لقب گرفت. این آهنگ نقطه عطفی در زندگی او شد. تقدیر آن بود که یاد کسی که اندوه را برای تمام عمر به او هدیه کرد و زندگیش را با تشنج قرین ساخت، مایه شهرت و منبع کسب درآمد او گردد.
کسی خم شد تا او را از روی زمین بلند کند. با بیمیلی به دست چپ تکیه کرد و نیمخیز شد. درد شدیدی در شکمش پیچید و دوباره روی زمین دراز کشید. نفس عمیقی کشید و آن را تا برطرف شدن درد در سینه حبس کرد. از مهرافاق می‌پرسیدند کدام بیمارستان. نام نزدیکترین بیمارستان‌های خصوصی را می‌بردند. مهرافاق نگران وثیقه بود. چپ چپ به خانم راننده نگاه می‌کرد و تأکید کرد که راننده خاطی باید مخارج را تقبل کند و بهانه می‌آورد که خود به اندازه کافی پول همراه ندارد. زن بیچاره تضرع کنان تعهد می‌کرد که هرچه باشد خواهد پرداخت، اما او خوب می‌دانست که امروز کیف مهرافاق پر از پول است. خواهرش که به مناسبت تولد نوه‌اش نهار را مهمان عروس و پسرش بود، وگرنه خورشمانده روز پیش را برای او نمی‌آورد. همیشه باید به جای کادو به آنها پول نقد می‌داد. عروس جوان گربه را در حجله کشته و دل گیتی را خنک کرده بود. به علاوه خود او نیز امروز صبح به اجبار و به اکراه مبلغی پول نقد به مهرافاق داده بود تا به عنوان هدیه از طرف او به نوه کوچولو تقدیم کند. بنابراین کیف خواهرش پر بود، ولی هیچ کار خواهر او بی حساب و کتاب نبود. قربان صدقه داداش رفتن یک حرف است و شل کردن سر کیسه حرف دیگر. باز درد در دلش پیچید، ولی به همان سرعت که آمده بود رهایش کرد. درد وحشتناکی بود که او را به یاد گیتی انداخت. یک بار گیتی به او گفته بود وقتی مردم تو را به انگشت نشان می‌دهند و تحسینت می‌کنند، وقتی می‌گویند هنوز به یاد معشوق دوران جوانی آهنگ می‌سازد، وقتی من در سایه وجود تو آن زن گم و ناچیز می‌شوم، زجر می‌کشم و نمی‌توانم تحمل کنم. نیش و کنایه دوست و حمله مستقیم دشمن آزارم می‌دهد. از تو، از موسیقی، از این اتاق که در را به روی خودت می‌بندی و توی آن غرق می‌شوی و از این زندگی دردناک خسته شدم. گیتی حق داشت که از آن اتاق کار او متنفر باشد و پا به آن نگذارد، زیرا گلی همیشه در این اتاق حضور داشت. حسن آن هم به همین بود. گیتی حتی از اسم دخترشان هم بیزار بود. او نام دختر خود را گلبهار گذاشته بود. گیتی او را بهارک صدا می‌زد، ولی او، البته گلی، آرزو داشت گلبهار روزی با غرور در خیابان‌ها قدم بردارد و عشاق دلشکسته با حسرت او را برانداز کنند، مثل خود او و گلی. نخستین بار مهرافاق خیانت کرد. از گیتی پرسیده بود اگر گفتی چرا داداش اسم گلبهار را انتخاب کرده؟ نمیدانی چرا؟ چون یک دختری بود به اسم گلریز. یک بار در همان اوایل ازدواجشان گیتی به شوخی به او گفته بود مرا دست کم نگیر، من هم روزگاری طرفدارانی داشتم. او قیامت برپا کرده بود. زن و این همه وقاحت. دوباره درد در دل او پیچید، گویا نمیخواست رهایش کند. قسمت عقب آن اتومبیل عجب محکم بود. حالا میفهمید وقتی درد در دل آدم بپیچد چقدر خرد کننده است. تازه این یک درد جسمانی بود. وای به دردهای روحی. ولی چاره‌ای نبود. دست خودش نبود. گلی برای او سمبل شده بود. الهام بخش بود. روغن چراغ روح او بود. همسرش باید میفهمید که هنرمندی مثل او به یک منبع الهام نیازمند است. میرفت توی اتاقش مینوشت و هر وقت چشمه احساسش خشک میشد کافی بود چشمان خود را ببندد و گلی را با موی دم اسبی و روپوش مدرسه، کتاب به دست در کوچه پس کوچه های چهارراه کالج در نظر مجسم کند. تعجب میکرد که چرا گیتی قبول نمی کند که گلی فقط مایه شور و الهام اوست، دور از دسترس و دور از دیدار. برخلاف گلی، گیتی زن آرامی بود، مظلوم و بی دست و پا بود. به او وابسته بود و شور و حرارتی نداشت. به قول زنها امول بود. فقط وقتی از گلی صحبتی به میان می آمد صدایش را بلند می کرد و فریاد می کشید. فریاد که نه، جیر جیر می کرد. در سایر مواقع انگار اصلا وجود نداشت.
او بر این تصور بود که مرد جذابی مثل او از گیتی سر است. آدم هنرمندی چون او ارزش بیشتر از اینها را دارد. به این ترتیب گیتی در محراب استعداد همسر خویش قربانی میشد. تازه درد شکمش فروکش کرده بود که آمبولانس رسید. دو مرد قوی و تنومند هیکل دراز او را که حال جنبیدن نداشت برخلاف میل قلبی خودش از جا بلند کردند و روی یک تخت روان گذاشتند. یکی از آن دو نفر از مهرافاق پرسید: شما خواهرش هستید؟ دومی برانکارد را محکم به داخل آمبولانس هل داد. مهرافاق سر به درون آمبولانس آورد. گوشه روسری خود را جلوی بینی گرفت و گفت: پیف. چرا پیف؟ آیا آمبولانس بوی دارو میداد یا مهرافاق باز هم به عادت همیشگی رفتار میکرد که هر کس را که به برادرش کمک میکرد تخطئه میکرد تا او مدیون هیچ کس جز خواهر خود نباشد؟ حالا ساعت او و محتویات جیبش و همه دار و ندارش به کیف مهرافاق منتقل شده بود که وسط معرکه کیابیا میکرد. او اهمیت نمیداد. توی سرش به دنبال فکری بود که دنبالش رها شده بود. به چی فکر میکرد؟ آها، میخواست نامی برای آهنگ جدید خود پیدا کند. مهرافاق سوار آمبولانس نشد. فقط روی او خم شد و در همان حال خطاب به ماموران آمبولانس گفت: شما ببریدش. من باید به خانواده‌اش خبر بدهم. پشت سر شما خواهم آمد. او منتظر بود که خواهرش ادامه دهد و بگوید: وقتی ناهار خوردم میآیم. ولی مهرافاق ادامه نداد. او نفهمید آیا ماموران آمبولانس متوجه شدند یا نه، ولی او بعید می‌دانست خواهرش جرأت کند بدون اطلاع قبلی برنامه ناهار خانه پسرش را برهم بزند. عروس خانم بدجوری میخ خود را کوبیده بود. مسلماً نخستین کاری که مهرافاق میکرد این بود که مسئولیت را از دوش خود بردارد. یعنی به تهران زنگ میزد و به دختر و پسرانش اطلاع میداد و اشک تمساح میریخت و از زحمات خود میگفت و میکوشید موضوع را چنان بزرگ کند که آنها را برای تمام عمر شرمنده و مدیون خود کند و هرچه زودتر به اصفهان بکشاند. میدانست خواهرش حال و حوصله پرستاری ندارد. این زن فقط رفیق دوران خوشی بود. آمبولانس به سرعت به راه افتاد. مردی که تحریش داشت از دیگری پرسید: آن زن که گریه میکرد خواهرش بود؟ نه، بیچاره راننده اتومبیلی است که به او تصادف کرد. خواهرش همان زن گندهه بود که به تو گفت به من نگو خواهر، من که خواهر تو نیستم. او خنده‌اش گرفته بود. میخواست توضیح بدهد و بگوید مهرافاق تقصیر ندارد، خواهر و برادری سرش نمیشود، ولی حال حرف زدن نداشت. آمبولانس آژیر میکشید. چقدر نوت توی سرش بود. با عجله میجوشیدند و او نمیتوانست مانع جوشش آنها شود. به چپ و راست نگاه کرد. دلش میخواست کاغذ و مدادی داشت، ولی او نداشت. نمیدانست اسم این آهنگ را چه بگذارد، ولی میدانست به چه کسی باید تقدیم کند. به گیتی. بیچاره گیتی. از هر سو به او هجوم برده بودند و عاقبت اعصابش را در هم شکسته بودند. به خرد شدن اعصاب گیتی اهمیت نداده بود. اوایل حتی متوجه هم نمیشد. هر وقت قهر میکردند که اغلب قهر بودند، گیتی در را به هم میزد و بیرون میرفت تا قدم بزند. آن وقت او به مهرافاق تلفن میکرد که البته بیشتر برافروخته و تحریکش میکرد. گیتی برمیگشت. او از برگشتن وی اطمینان داشت. جایی را نداشت برود. پدرش یک آدم گنجشک روزی بود که گیتی نمیتوانست سربار او شود. پس میشد به چنین زنی زور گفت و او میگفت. به علاوه همسرش عاشق بچه‌ها بود. پس چون از بازگشت همسرش مطمئن بود تا جایی که میتوانست تاخت و تاز میکرد. گیتی مثل نقل و نبات قرص اعصاب میخورد. یکی از این دعواها در خانه مهرافاق اتفاق افتاد. رادیو آهنگ گریه بر آرزوها را پخش میکرد. گیتی خواست رادیو را خاموش کند. مهرافاق اعتراض کرد. گیتی در خانه را برهم زد و بیرون رفت. خواهرش با دلسوزی گفت: من نمیدانم زنی که قصه خانه و لباس و شکم ندارد چرا باید اینقدر به پر و پای تو بپیچد. زن باید سنگ صبور مرد باشد، تحمل کند و با کفن سفید از خانه شوهر برود.
شوهر مهرآفاق در پاسخ همسرش گفته بود: آی گفتی، قربان دهنت، و خندیده بود. مهرآفاق بر سر او فریاد زده بود: تو خودت را نخود در آش نکن، ما داریم از مردها صحبت میکنیم. و شوهرش خفه شده بود. او بدون شک نه تنها به عنوان شوهر بلکه به عنوان یک انسان در مقابل گیتی مسئول بود، مسئول و خطاکار. این را بعدها فهمید که چقدر شورش را درآورده است. بعدها، همان روزهایی که موشک‌ها مثل فلش مرگ در آسمان ظاهر می شدند. صدای آژیر آمبولانس بود که باعث شد به یاد آن روزها بیفتد. پدر گیتی مرده بود و آنها به تهران رفته بودند. گیتی عزادار بود. 6 ماه از ساختن آخرین آهنگ او، یک گل همیشه بهار می‌گذشت. دوست داشت نام گلی را به نحوی بر تمام آهنگهایش بگذارد. از این کار لذت می‌برد. گیتی ظاهراً دیگر اعتنا نمی‌کرد، ولی چرا او نتوانسته بود از رنگ پریده همسرش پی به درون افسرده وی ببرد؟ چرا باید چهره گرفته او را با بی‌قیدی به حساب مرگ پدر بگذارد، یا به حساب بمباران و موشکباران که گیتی به شدت از آن وحشت داشت و او مسخره‌اش می‌کرد؟ در آن موقع مهرآفاق هنوز در تهران زندگی می‌کرد و مثل همیشه که تا می‌فهمید پای آنها به تهران رسیده، فرمانی در آستین داشت. این بار هم زنگ زد و او را پای تلفن خواست و با جمله همیشگی حالا گیتی نفهمد شروع کرد و از او خواست که اگر زحمت نیست فردا برود و کوپن بنزین آنها را بگیرد. حرکت آمبولانس کند شده بود. او نمی‌دانست آیا زمان متوقف شده یا سر چهارراه توی ترافیک گیر کرده‌اند. پس او با این نوت‌ها چه کند؟ چشمان خود را بسته بود و در عالم هپروت سیر می‌کرد. چرا تا این سن آسمان به این صافی و زیبایی و درختان به این سرسبزی را با دقت تماشا نکرده بود؟ چرا هرگز سر بر آسفالت خیابان ننهاده بود و طاق‌باز دراز نکشیده بود؟ پس این همه سال چه غلطی می‌کرد؟ چرا این همه خوشی‌های ریز و درشتی را که دور و برش بودند تجربه نکرده بود و به دنبال آن دویده بود که سعادتی قلمبه که چشم همه را تا سرحد کور شدن خیره کند به چنگش بیفتد و آن وقت تازه بنشیند و سر فرصت از آن لذت‌های زندگی که احمقانه حقیرشان می‌شمرد لذت ببرد؟ آیا حالا باز هم فرصت داشت؟ چقدر احمق بود! ای کاش میشد دوباره از اول شروع کرد، ولی نه، ممکن نبود. صدای زنگ جرس می آمد. دلش میخواست بگوید گیتی، گیتی. در حقیقت هم میگفت، ولی چیزی در گلویش غلغل میکرد و تا روی زبان بالا می آمد که شور بود. دستی گوشه لبش را پاک کرد. کسی با لحن یک آدم با تجربه گفت باید عجله کرد. او گفت گیتی. آمبولانس نمی‌توانست از لابلای اتومبیل‌هایی که پشت چراغ قرمز طولانی از خود گاز متصاعد می‌کردند رها شود. خدا کند هوا ابری نشده باشد. آیا می‌شود نفس کشید؟ یک نفس عمیق. در بسته آمبولانس به او می‌گفت نه، دیگر دیر شده، ولی او باز برای نفس کشیدن تقلا می‌کرد. درست مثل آن روز. همان روزی که گیتی هم عزادار مرگ پدر بود و هم از شنیدن صدای آژیر قرمز وحشت زده به او التماس می‌کرد در خانه بماند و تنهایش نگذارد. همان روز که او حوصله نداشت در خانه پدرزن بنشیند و شاهد پختن حلوا و آماده کردن خانه برای مراسم بعد از ظهر باشد. حوصله آه و ناله گیتی و مادرش را نداشت و ترجیح داد پی فرمان مهرآفاق برود. بله، درست مثل آن روز که به بانک رفت. بعضی‌ها چهارشنبه پول گم می‌کنند و بعضی‌ها چهارشنبه پول پیدا می‌کنند و او در آن روز دریافته بود که پولی را که تصور می‌کرد گم کرده در جیب خود دارد، یا شاید پول را پیدا کرده و به سرعت آن را گم کرده بود. آن روز غرق در فکر وارد یکی از کوچه‌های فرعی پاسداران شده، پیکان قراضه خود را زیر درختان کنار جوی آب پشت یک BMW قرمز رنگ مدل قدیمی پارک کرد و وارد بانک سر کوچه شد تا کوپن‌های مهرآفاق را بگیرد. قدم گذاشتن به درون بانک همان بود و پشیمان شدن همان. بانک غلغله بود.
اگر این مأموریت از سوی گیتی بود بدون شک باز میگشت. حقیقتی که هرگز نه به گیتی و نه به هیچ کس دیگر ابراز نکرده بود این بود که با وجود رعایت احترام گیتی و علیرغم آنکه میکوشید یک زندگی راحت و آبرومندانه برای گیتی و فرزندانش فراهم کند، همسرش در زندگی او عددی نبود. شاید یک پانسیونر تمام وقت میتوانست ارزش بیشتری داشته باشد. در تمام شبانه روز گلی با او بود، با او زندگی میکرد، در رویاهای او جولان میداد. در هر رویدادی پیش خود مجسم میکرد که اگر گلی به عنوان همسر در کنارش بود، واکنش او با آن واقعه چطور متفاوت بود. گلی محکم، قوی و شاداب بود. اگر گلی با او بود چقدر عالی بود و او چقدر خوشبخت‌تر، راضی‌تر و دلزنده تر بود. این گیتی ملایم، آرام و بی دست و پا، شکننده و کمی دهاتی مسلک، هرگز نمیتوانست روح پرتلاطم او را راضی کند. زنی که وقتی به خواستگاریش رفته بود هرچه خون در بدن داشت به صورتش هجوم آورده بود و مثل گلی بی‌پروا نخندیده بود. با وجود این گیتی در یک مورد هوش عجیبی داشت. افکار او را خوب حدس می‌زد و گاه به شدت واکنش نشان می‌داد. البته این مربوط به زمانی بود که بچه‌هایشان کوچکتر بودند. بعد سرد و بی‌تفاوت شد. چشمان مات و شیشه‌ای پیدا کرد. آنگاه بود که او آهنگی برای گیتی ساخت. فقط یکی. چشمان شیشه‌ای. گیتی گفته بود به درد سطل آشغال می‌خورد. مهرافاق دو به همزنی می‌کرد و معتقد بود که گیتی زن ناسپاسی است، ولی خود او ته دل حق را به گیتی می‌داد. این آهنگ یک هدیه نبود، یک توهین مؤدبانه بود. ولی او که از خود اختیاری نداشت. همیشه افکار و احساسات در سرش و در قلبش می‌چرخید و مثل همین حالا تبدیل به موسیقی می‌شدند. مثل همین حالا. نام آهنگ‌ها هم به طور غیرمنتظره در مغزش جرقه می‌زدند که امروز هنوز نزده بود. آن روز هم در بانک غرق همین تخیلات بود که سر بلند کرد و دید تا گیشه 3 یا 4 نفر بیشتر فاصله ندارد. آنقدر در فکر بود که نفهمیده بود زمان چطور گذشت. هیچ وقت نفهمیده بود. زنی در مقابل پیشخوان ایستاده بود و با متصدی تحویل کوپن که با وضوح کمکاری و لجبازی می‌کرد کلنجار می‌رفت. نفهمید صدای خشک و دورگه زن بود که رشته افکار او را از هم گسیخت یا هوای گرفته بانک و دود سیگاری که در فضا پیچیده بود. کم کم دچار سردرد شد. شاید از هوای گرفته آمبولانس بود یا بوی دارو که در دماغش میپیچید. پلک‌ها بر هم میافتادند و باز آنها را میگشود. از آمبولانس بیرونش کشیدند. نور تند و درخشان آفتاب باعث شد تا چشمان خود را ببندد. هوا چنان لطیف بود که میتوانست در این حالت نیز او را به وجد آورد و وادارش کند بکوشد تا 4 دست و پا به زندگی بچسبد. زنی که او را با اتومبیل خود بر زمین کوبیده بود با رنگی به سفیدی گچ پا به پای ماموران حمل برانکارد میآمد و خیره و نگران به او مینگریست. او خواست تشکر کند ولی فقط توانست بگوید آخ. باز دهانش شور شد. زنک کوشید آرامش کند. سخنانی گفت که او یک در میان میشنید. بیشتر به لهجه زن توجه داشت تا به مفهوم جملاتش. نگران نباشید، بیمارستان خوبیه، شوهرم میآید، بهترین پزشکان، هزینه‌اش مهم نیست. رضایت. صدای زن گرفته بود. دلش میخواست زنک ساکت شود. سکوت برایش اهمیت داشت. به دنبال نامی برای آهنگش میگشت و سر و صدای اطراف و سخنان آن زن رشته افکارش را پاره میکرد. گیتی لهجه شیرین این زن را نداشت ولی چشمان درخشانی داشت، مثل چشمان آدم‌های تبدار. چشمان درشتی نبودند ولی مژگانش دانه دانه و سربالا و پوستش مات و به رنگ شیر بود. بینی گرد و کوچک و لبان سرخ و محکم. وقتی میخندید چشمانش بسته میشدند. ولی گیتی کم میخندید. بیشتر از دست او گریه میکرد. پشتش را به او میکرد و میرفت توی آشپزخانه. اسم اتاق کار او را گذاشته بود سلول انفرادی. یک بار آرزو کرده بود که کاش زلزله میآمد و این اتاق را زیر و رو میکرد. او پرسیده بود حتی اگر من توی آن باشم و گیتی پاسخ داده بود مخصوصا اگر تو توی آن اتاق باشی.
دوباره افکارش عقب گرد کردند. یادش آمد وقتی در بانک سر خود را بالا گرفت نگاهش به پشت آن زن افتاد. زن روپوشی مشکی به تن داشت که آستین‌های بلند و گشاده آن از کمر شروع می‌شد و چون یکی دست خود را بر پیشخوان نهاده بود گشادی آستین هیکل او را به خفاشی شبیه می‌کرد که بال گشوده باشد. ناخن‌های بسیار بلند دست او که بر پیشخوان بانک نهاده بود لاک صدفی نارنجی خورده بودند و خاکستر سیگاری که در میان انگشتان دست داشت روی پیشخوان بانک می‌ریخت. اپول بزرگ مانتویش او را درشت و هیکلدار نشان می‌داد. روسری‌ای که به سر داشت نقش‌هایی به رنگ کرم و قهوه‌ای و آجری داشت و با رنگ کیف او که چندان نو نبود و کنار دستش روی پیشخوان قرار داشت هماهنگ بود. مارک کیف را فوراً تشخیص داد، چون مدت‌ها بود گیتی در آرزوی داشتن یکی از آنها بود. کیف گرانتر از آن بود که از عهده خرید آن برآید. گران بیخود و به تعبیر او آشغال. حیف پول. مارک کیف که به رنگ کرم روشن جا به جا بر زمین قهوه‌ای نقش بسته بود برچسب حماقت بود. گیتی هوس‌های بچگانه داشت. کارمند گوش تلخ بانک که از دادن کوپن بنزین به زن خودداری می‌کرد، در حالی که با خونسردی با انگشتر خود بازی می‌کرد، به وی گوشزد کرد که مدارک او کامل نیست و تا مدارک خود را کامل نکرده نباید وقت وی را بگیرد. زن با شنیدن جمله آخر از کوره در رفت، سر خود را مثل خروس جنگی راست گرفت، پوکی به سیگار خود زد و صدای گرفته و خشدار خود را بلند کرد. یعنی جناب عالی می‌فرمایید می‌خواهم سر شما را کلاه بگذارم؟ کارمند بانک با خونسردی گفت من کوپن نمی‌دهم. بانک کوپن می‌دهد. خب سر بانک را؟ مأمور شانه بالا انداخت و گفت تشخیص آن دیگر با من نیست. زن تقریبا فریاد می‌زد. یعنی چه آقای محترم؟ من اینجا حساب دارم. شوهرم اینجا حساب دارد. ما مشتری شما هستیم. یک نگاهی به مبلغ حساب بانکی همسر من بندازید. شما ما رو میشناسید و نشانی منزل ما را دارید. از همه چیز خوب خبر دارید. یعنی من میخواهم به خاطر سر شما را کلاه بگذارم. باز کارمند مثل آدم ماشینی تکرار کرد. من کوپن نمیدهم، بانک کوپن میدهد. مردم بی‌حوصله پا به پا شدند و غرغر می‌کردند. این هیاهو باعث می‌شد او تمرکز خود را از دست بدهد و از فکر کردن روی آهنگی که آخرین قسمت آن را می‌ساخت عاجز بماند. زن حسابی کلافه شد و گفت آقا من اصلا با شما طرف نیستم. می‌خوام رئیس بانک را ببینم و با خشم پاکی به سیگارش زد و خاکستر را روی موزاییک‌های کف بانک تکان داد. یکی از کارمندان بانک آن زن را خوب می‌شناخت جلو آمد و مؤدبانه سلام کرد و از او خواست ناراحت نشود. با ملایمت مدارک زن را از دست همکار خود گرفت و زمزمه کنان مشغول صحبت با زن معترض شد. صف به جلو حرکت کرد. نوبت او رسید تا کوپن‌های مهرآفاق را بگیرد. شانه به شانه در کنار آن زن ایستاد. مدارک را داد و کوپن‌ها را تحویل گرفت. زنک خارج از صف منتظر انجام تشریفات بانکی تحویل کوپن بود. با هر حرکت او بوی عطر تندی به هوا برمیخاست. نیم نگاهی به یکدیگر افکندند. او بی‌تفاوت و زن با غرور. هیچ خوشش نیامد. بینی زن بدون شک از زیر دست جراحی تازه کار یا بسیار ناشی و بی‌هنر بیرون آمده بود. نوک بینی بیش از حد تیز و بیش از حد سربالا بود. یک حفره از حفره دیگر تنگ‌تر بود. فاصله بین لب و بینی بسیار زیاد شده بود. در زیر چشم‌ها که بیش از اندازه آرایش شده بود، دو دایره کبود از این جراحی تخریبی به یادگار مانده بود. دندان‌های زرد از سیگار او چهره زنان معتاد را تداعی می‌کرد. مقداری از موها که به رنگ روشن درآمده بود، زبر و خشن از زیر روسری بیرون زده بود و پوست او را زرد و بیمارگونه نشان می‌داد. سرآوردی برای خود درست کرده بود که برای زن میانسالی چون او زننده بود. بدتر از همه آنکه چنان با بی‌قیدی آدامس می‌جوید که بیننده را عصبی می‌کرد. نگین انگشترهایی که چپ و راست به انگشتش کرده بود برق می‌زدند. او کوپن‌های مهرآفاق را برداشت و از بانک خارج شد. در مقابل در بانک لحظه‌ای مکث کرد.
ریه را از دود سیگاری که در بانک متراکم شده بود خالی کرد و از دود شهر انباشت. در این فکر بود که چه مسیری را انتخاب کند که راحت‌تر به منزل خواهرش برسد. تصمیم گرفت ناهار را پیش او بماند. حوصله ناهار خوردن با گیتی و فک و فامیل او را نداشت. قدم زنان به سوی محل توقف اتومبیلش رفت. این کوچه پردرخت روح او را به سوی مرکز شهر و کوچه‌های اطراف البرز و نوربخش برمیگرداند و امواج موسیقی را در مغزش به سیلان میانداخت و نوت‌ها پر می‌گشودند. داشت کلید را در قفل اتومبیل کهنه میچرخاند که شنید: سلام آقای فراموشکار. یکی خورد. همان صدایی خشک و گرفته بود. ظاهراً او را مخاطب قرار داده بود. بله، مخاطب خود او بود، چون کسی به جز او و آن زن در کوچه نبود. چرخید و حیرت زده به وی خیره شد و بهت زده پاسخ داد: ببخشید سرکار، و در همان حال فکر کرد که او را جایی دیده است. منو نشناختی؟ یعنی اینقدر فخر کردم و به بینی خود که به نظر می رسید ابلهانه به آن افتخار می کند اشاره کرد. گلی؟ داشت شاخ در می آورد. زنک پاسخ داد: خودشه. دستکش های سفید پارچه‌ای خود را به دست چپ داد و با جسارت دست پیش آورد. او برخلاف میل باطنی خود با نگرانی دست جلو برد و با او دست داد. نمیخواست در مقابلش کوتاه بیاید، ولی در دل خدا خدا میکرد کسی از آن حدود عبور نکند. دست پاچه شده بود. نمیدانست چه کند. این گلی آن گلی نبود که در ذهن او بود. اعتماد به نفس قدیمی گلی که با لطافتی دخترانه توأم بود، اینک تبدیل به نوعی تکبر همراه با گستاخی و بی‌پروایی زنی مرفه و خودپسند شده بود. این زن که کلید اتومبیلش را با حالتی مغرورانه و مفتخرانه در قفل در اتومبیل BMW میچرخاند، او را مایوس میکرد. قلبش به سرعت سرد شد و رفت. نخستین فکری که به ذهنش رسید این بود که پس از آن دیگر چگونه میتواند آهنگ بسازد. کاش او را ندیده بود. گلی خودش را لوس کرد و گفت: با وجود اینکه موهایت سفید و کم پشت شده تو را شناختم. خیلی شکسته شدی. چطور مرا نشناختی؟ خیلی فرق کردم؟ مسلط صحبت میکرد. از وضع خود کاملا راضی به نظر میرسید. منتظر بود از دهان او سخنان تحسین آمیز بشنود. آیا هنوز هم باید به این زن اجازه دهد مانند عروسکی با او بازی کند؟ البته که نه. تازه قدم به دنیای واقعیت میگذاشت. ظاهر کنونی گلی نماد باطن او، یعنی گلی واقعی و جاه طلب بود. بی اراده پاسخ داد: نه، شما تغییر نکردید. چشم من کمسو شده. گلی خندید. لای در نیمه باز اتومبیل ایستاده بود. در این فاصله بوی سیگار از او استشمام میشد. گلی گفت: آهنگهایت را گوش میکنم، و خنده کرد که خشک و نامطبوع بود. راستی؟ بله. گریه بر آرزوها. او ساکت ماند. میخواست برود، ولی گلی ولکن نبود. گویا میخواست جاذبه خود را آزمایش کند. پرسید: چند تا بچه داری؟ یک دختر و دو پسر. رغبت نکرد بگوید دخترش را گلی صدا میکند. از اینکه فرزند خود را گلبهار نامیده بود پشیمان شد، ولی ادب حکم میکرد حرفی بزند. بنابراین به نوبه خود سوال کرد: شما چند بچه دارید؟ او را شما خطاب میکرد، زیرا ضمیر ناخودآگاهش در وجود او زنی را میدید که کاملا بیگانه بود. من 3 تا پسر، هر 3 در آمریکا هستند. خودم هم گرین کارت دارم. در سال فقط 6 ماه اینجا هستم. بی دلیل خندید و افزود: ولی مهندس نمیخواد از اینجا دل بکنه. عاشق کارشه. یک سیگار دیگر روشن کرد. پشت فرمان نشست و ادامه داد: بانک ما را خیلی میس میکند، باز اینجا را ول نمیکند. من که اگر این دفعه بروم دیگر بر نمیگردم. تکبر توأم با لوندی او که اینک زننده بود شباهت به تکبر سرور مغروری داشت که بنده نوازی میکند. عاشق نبود و بیهوده تلاش میکرد عاشق کشی کند. او مات و مبهوت ایستاده بود و تماشا میکرد. گلی در اتومبیل را بست و شیشه را پایین کشید. آرنج دست راست را روی فرمان نهاد و سر را به آن تکیه داد و با اشوه پرسید: خب از ازدواجت بگو، خوشحال هستی؟ اداهایش چندشاور بودند. حفره گشاد بینی سربالای او توی ذوق میزد.
آیا در دنیا منظره‌ای زشت‌تر از عشوه زنی میان سال که خود را در رنگ غرق کرده و احساس شباب و دلبری می‌کند وجود دارد؟ گلی مسخ شده بود. پاسخی که داد برای خودش هم غیرمنتظره بود. اگر یک جو شعور داشتم بله. گلی هیچ حرکتی نکرد، ولی برق چشمانش که ابتدا آشنا می‌نمود اینک دیده شدند. پرسید خوشگله؟ این پرسش باعث شد او لحظه‌ای با هوشیاری فکر کند به صورت ملیح گیتی، به هیکل ظریف و شکننده او که هنوز پس از 3 زایمان و 1 سقط برازنده بود. در طول این همه سال که از ازدواجشان می‌گذشت، گیتی را اینقدر به دقت نگاه نکرده بود که اینک در عالم خیال می‌دید. انگار که به خودش پاسخ می‌دهد گفت بله، فکر می‌کنم خیلی زیاد. گلی با انگشت دست راست روی فرمان ضرب گرفته بود، گویی پیانو می‌زد. با تمسخر پرسید فکر می‌کنی؟ و ناخودی خندید. او پاسخی نداد، ولی به نوبه خود به طعنه پرسید شوهرت چطور؟ از ازدواج خودش خوشحال است؟ گلی با همان شوخ طبعی پاسخ داد مهندس البته، چرا که نه، او هم با تو هم سلیقه است. هنوز از اون کینه داری؟ ابداً، حتی از اون ممنون هم هستم. گلی ابروی چپ خود را به نشانه تعجب بالا برد. چطور؟ گلی استارت زد. او خم شد. یک دست خود را روی سقف اتومبیل BMW تکیه داد و تا میتوانست صورت خود را جلو برد تا آنجا که دوباره بوی مردانه سیگار تا هم با عطر تند زنانه شامه‌اش را آزرد. بت مومی او آب میشد. روی در روی گلی گفت که بعضی وقتها عدو شود سبب خیر، البته اگر خدا بخواهد. گلی وا رفت. حالت جدی به خود گرفت. رنجیده خاطر او را برانداز کرد و ناگهان گاز داد. اتومبیل به سرعت از جا کنده شد. سرعت گرفت و دور شد و گرد و خاک به هوا بلند کرد. او ایستاد و رفتن اتومبیل را که هر لحظه دور و دورتر میشد نگاه کرد و به یاد روزی افتاد که گلی حامله بود و بی‌اعتنا میرفت و او با حسرت به دست موهای سیاه دم اسبی شده او نگاه میکرد که پشت سرش بالا و پایین میپرید. باری از دوشش افتاده بود. طلسم شکسته بود و بی‌حساب شده بودند. با این همه قلبش خالی شده بود، همچون خانه‌ای که ساکنان آن رفته باشند و با درون اتاق‌های خالی بپیچد و درها را بر هم بکوبد. دردی مثل ضربه‌های چکش در سرش می‌پیچید. ایستاد، خیره، مات، تهی. نمی‌دانست از دیدن این گلی مسخ شده غمگین باشد یا از بازیافتن گیتی خوشحال. صدای آژیر که حمله هوایی را اعلام می‌کرد تکانش داد. برای نخستین بار در زندگی گیتی فکر او را به خود مشغول کرد. گیتی از حمله هوایی می‌ترسید و او قبلاً هرگز اهمیت نمی‌داد و مسخره‌اش می‌کرد. وجدانش ناراحت شد. بی‌اراده از جا پرید. می‌ترسید او را از دست بدهد. آن هم پیش از اینکه دوباره و این بار با عشق در آغوشش بکشد. پیش از اینکه آن موجود ملیح و معصوم را ببوسد و بگوید غلط کردم. پشت فرمان اتومبیلش نشست و به سوی خانه پدر گیتی راند. دیگر نه به مهرآفاق فکر می‌کرد، نه به گلی و نه به گذشته، زیرا دیگر هیچ کدام برایش ارزش نداشتند. فقط گیتی بود و آینده. اصل زنی که در زندگی او بودند بر با ارزش‌ترین و مظلوم‌ترین آنان بیشترین ستم را روا داشته بود. کسانی دور و برش بودند. ورقهایی نوشته میشد. صحبت‌هایی رد و بدل میشد. می‌پرسیدند شکایت داری؟ با سر اشاره کرد یعنی نه. از هیچ کس شکایت نداشت غیر خودش. خواست بگوید از ماست که بر ماست، ولی نتوانست. در ثانی مناسبت هم نداشت. ممکن بود فکر کنند هذیان میگوید. پرستارها و پزشکان جوان زیر نور سرد چراغ‌های سقفی بیمارستان احاطه‌اش کرده بودند. چند بار مژده زد. ابتدا فکر کرد بمباران شده و زخمی شده است. بعد خواست فکر خود را متمرکز کند، نشد. بیحال بود. لباسش خیس بود. ضعف داشت و خوابش می‌آمد. سپس چهره زنی را دید که با او تصادف کرده بود. همه چیز را به یاد آورد و دلش فرو ریخت. حال زن بیچاره از او خرابتر بود. تنها تفاوتش این بود که او خوابیده بود و آن زن راه می‌رفت. شوهر او هم رسیده بود. کسانی روی او خم شده بودند و معاینه‌اش می‌کردند. پزشک بوی ادوکلن می‌داد و از او سراغ بستگانش را گرفتند.
به جز مهرافاق بقیه در تهران زندگی می‌کردند. بقیه یعنی گیتی و بچه‌هایش. گیتی کجا بود؟ اینطوری که نمی‌شد. باید گیتی را می‌دید. قبلا به چی فکر می‌کرد؟ آها، یک چیزی بود که باید به گیتی میداد، ولی چی؟ خوب فکر کرد. بله، یک هدیه بود. یک آهنگ که باید اسمی برای آن انتخاب می‌کرد. زنی که با اتومبیل خود را به او زده بود پرسید: همون خانم که آهنگ‌هایتان را به یاد او می‌ساختید؟ زن تحصیل کرده و آگاهی به نظر می رسید، پس او را شناخته بود. صدایش رنگ همدردی داشت، ولی این دیگر بی‌انصافی بود. این آهنگ مال گیتی بود. باید برای گیتی پیغام میداد و هیچ کس مطمئن‌تر از یک آدم غریبه نبود. مهرافاق پیام او را حتی از بستر مرگ هم به گوش گیتی نخواهد رساند. سعی کرد همه توان خود را جمع کند و بگوید. برایش خیلی مهم بود که گیتی بشنود. گذشته او را رها نمی‌کردند. در راه خانه پدر گیتی بود که فهمید چقدر بی‌انصاف بود. کم کم همسرش مانند لباسی که از لای نفتالین بیرون بکشند از زیر آوار بی‌اعتنایی‌ها، بی‌وفایی‌ها و خودخواهی‌های او بیرون آمده و با یک تکان ارزش حقیقی‌اش آشکار شده بود. صدای آژیر قرمز قطع نمی‌شد. حتما گیتی از ترس در زاویه دیوار چماطمه زد و گوش‌های خود را گرفته بود. به خود قول داد که دیگر زنش را به دلیل ترسیدن از موشکباران مسخره نخواهد کرد، بلکه دلداریش خواهد داد. کاری که هرگز نکرده بود. باید برایش اقرار می‌کرد، باید به او می‌گفت که گلی را دیده و گلی دیگر گلریز نبوده. بدون شک گیتی خوشحال می‌شد. بار دیگر نوت‌ها بی صدا در درونش جان می‌گرفتند و آهنگ بت مومی را تشکیل می‌دادند. تا به خانه برسد تقریباً از ابتدا تا انتهای آهنگ را ساخته بود یا می‌دانست چگونه باید بسازد. گیتی را در آغوش گرفته بود. با وجود آنکه 30 سال زن و شوهر بودند تازه متوجه سنگینی و وقار او می‌شد که همیشه آن را به اشتباه به دست و پا چلفتی بودن تعبیر می‌کرد. هیچ متوجه نبود که او در مرگ پدر عزادار است. فقط می‌دید که در لباس سیاه خواستنی‌تر است. تا چند ماه مثل یک تازه داماد زندگی کرده بود و مطمئن بود که زندگیش از این پس بسیار شیرین خواهد بود. تصوری غیر از این ممکن نبود. گیتی مثل همیشه مطیع بود و به نظر خوشحال می رسید. ولی واقعه چند ماه بعد در اصفهان اتفاق افتاد. از آن اتفاقاتی که در فیلم ها دیده و یا در داستان ها خوانده بود و باور کردنی نبود که در زندگی واقعی او هم رخ دهد. ولی رخ داد. یک روز غروب به خانه برگشته بود. گیتی نبود. خیلی پیش می آمد غذایی از یخچال بیرون آورد. خیلی پیش می آمد. غذایی از یخچال بیرون آورد. گرم کرد و خورد و مثل همیشه که هر وقت گیتی دوره زنانه داشت اولک می کرد و زود می خوابید رفت که بخوابد. رو تختی را کنار زد. یک ورق کاغذ که از دفترچه‌ای کنده بود روی بالشش بود. گیتی رفته بود. برمیگردد. کجا را داشت برود؟ آیا میخواست با ارث ناقابل پدری در یک آپارتمان یک اتاق زندگی کند؟ نامه را خواند. گیتی نوشته بود: اول فکر کردم عجب شانسی آوردم که قیافه گلی به قول تو مسخ شده بود و چه شانسی آوردم که حالا دیگر مرا با چشم باز میبینی و به نظرت از او خیلی بهتر هستم. ولی بعد به این نتیجه رسیدم که ابدا نباید در بدشانسی خود شک کنم. متوجه شدم که اگر گلی همچنان خوشگل، خوش‌هیکل و خوش ادا مثل گذشته بر سر راه تو ظاهر میشد، آن وقت تکلیف من چه بود؟ آیا اگر در آینده یک گلی دیگر بر سر راه تو سبز شود، آن وقت من چه باید بکنم؟ من چه صیغه‌ای از اعراب خواهم بود؟ من این همه سال یک مادر خوب، یک همسر خوب و یک عروس خوب بودم. حالا میبینم فقط به یک نفر ظلم کردم، به خودم. من زندگی و غرور و شخصیت خود را خرد کردم تا مثلا زن خوبی باشم. حالا که میروم هیچ هنری ندارم جز شستن و رفتن و آشپزی کردن. ولی اگر لازم باشد از همین راه زندگی خواهم کرد. دیگر نمیمانم تا در دوران بازنشستگی کسی را جمع کنم که در زندگی با او حتی یک روز خوش نداشتم. انتظار نداشته باشد که هر وقت
انتظار نداشته باش که هر وقت بخوای به من پشت کنی و هر وقت به من بخندی مثل یک سگ اهلی برایت دم تکان می‌دهم. نامه را خواند و دلش برای خودش سوخت. از اینجا رانده و از آنجا مانده شده بود. حتما مادر گیتی این چیزها را به او یاد داده و گفته سزای همسرت همین است. میدانست که گیتی هم بدون او خوشحال و خوشبخت نیست، ولی حداقل دلش حسابی خنک شده. ناگهان احساس حسادت کرد. نکند گیتی شوهر کند. هنوز زن نسبتا جوانی بود. قوای خود را جمع کرد و گفت گیتی زنم. حالا که گیتی رفته بود عزیز شده بود. دیگر خوب میفهمید که این رشته شوری که از دهانش جاری است خونی است که از درون سر زده. زن با دستپاچگی گفت هر پیغامی داری بگو، زود باش. انگار بیش از خود او عجله داشت که پیام او را بشنود. او نفس خود را حبس کرد. با اکراه آب دهان را فرو برد و خون خود را خورد. باز زن با عجله گفت حرفت را بزن. او تقلا کرد تا حرف بزند. چه احمقی بودم گیتی، چقدر احمق بودم. نطق‌ها مانند نواری به هم چسبیدند و به دنبال یکدیگر از لایه‌های مغزش بیرون می‌جهیدند و آهنگی را می‌ساختند. ناگهان موضوع برایش روشن شد. نیمخیز شد. خیره به سقف و لامپ سفید و مات آن زل زد. نام آهنگ را یافته بود. به صدای بلند گفت سمفونی حماقت و دوباره دراز کشید و آرام شد. زن با تعجب پرسید چی؟ او پاسخ نداد. عجیب بود که چشمانش در حالی که باز بودند تیر و تار شدند و چیزی را نمی‌دیدند. در گوش خود صدایی وزوز شنید. آیا سمفونی حماقت بود؟ کسی آن را اجرا می‌کرد. به همین زودی. مبادا کسی آن را دزدیده باشد. مثلا همان زنی که قصد داشت ساعتش را بدزدد. صدای مهرآفاق را از دور می‌شنید. آیا ناهار خورده و سیر و سرحال آمده؟ اصلا ظهر شده یا نه؟ چه خوب شد که تا مهرآفاق نیامده بود برای گیتی پیغام فرستاد. غریبه‌ها بهتر درک می‌کنند. واقعا خوشحال بود که رضایت داده. زن بیچاره که گناهی نداشت. چقدر هم همدردی نشان میداد. قول داد که به سراغ گیتی خواهد رفت. حتی گریه کرد. دانه‌های اشک روی گونه‌هایش می‌غلطیدند. چرا همیشه باید زنها در زندگی او اثر بگذارند؟ هر یک به نوعی. و این یکی که از همه غریبه‌تر بود بیش از همه نگران او بود. گیتی کار خوبی نکرد که رفت و هرگز برنگشت. همان گیتی که او و مهرآفاق حتی به حسابش هم نمی آوردند. مهرآفاق گفته بود عجب آبزیرگاه بود و نمی‌دانستیم. حالا زندگیش خالی شده بود. آن هم در این سن. بچه‌هایشان چرا به مادرشان اعتراض نکردند؟ چرا همچنان که با خیانت فکری پدرشان در سکوت روبرو می‌شدند در این مورد هم ساکت و بی‌تفاوت ماندند؟ شاید دل آنها هم خنک شده بود. شاید آنها هم پا به پای مادرشان و به خاطر مادرشان رنج کشیده بودند. حتما همینطور بوده. او از اول این را می‌دانست ولی به روی خود نمی‌آورد. چرا بچه‌ها درک نمی‌کردند که به قول مادرش مردها با زنها فرق دارند؟ مادرش همیشه میگفت پسر قند عسل، دختر. ولش کن. چرا به یاد مادر خود افتاده بود؟ اینک دلش میخواست راحت بخوابد. احساس کرد چرخهای برانکارد به حرکت درآمدند. مهرآفاق ونگ ونگ میکرد. او را به اتاق عمل بردند. صحبت از امضا و اجازه و غیره بود. آیا برای عمل هم رضایت لازم بود؟ با وجود بیحالی فراوان چون هیچ دردی احساس نمیکرد خوشحال بود. عجب زمانه‌ای شده. حالا دیگر زنها مردها را ترک میکنند. ای موش مرده. گیرم من بد کردم. تو باید لجبازی کنی. نیش آمپول را احساس کرد و چهره در هم کشید. دلش میخواست مادر بزرگش زنده بود تا او هم مثل خاله بدبخت مطلقه‌اش مهری میرفت پیش او و چارزانو مینشست و از بخت سیاه خود گله میکرد. میپرسید چطور باید محبت همسری را که هوایی شده جلب کرد؟ چه حیله‌ای به کار ببندد تا او دوباره برگردد؟ و لابد مادر بزرگش نسخه‌ای به او میداد. مثلا میگفت برای اینکه زن برگردد مرد باید مهره مار به گوشه کت خود ببندد. که اینطور پس روزگار حسابی عوض شده. خنده‌اش گرفت. به جای خنده صدای پلق پلق همراه با خون از دهانش خارج شد. دست‌ها و پاهایش مثل عروسک پارچه‌ای
روی تخت فلو بودند. همه مراقبش بودند و او هیچ مسئولیتی نداشت و از این حالت حسابی کیف میکرد. زیاد، آنقدر زیاد که حتی حوصله مردن را هم داشت. پس چشمان خود را بست و به خوابی فرو رفت که به آن خواب 1000 ساله میگویند. پایان.